رشد فردی چیست و رشد فردی دارای چه بخش‌ها و چه ابعادی هستش و یا یکی از سوالاتی که شاید به ذهن ما خطور بکنه، فرق رشد فردی و توسعه فردی در چیست. و اگر شما به این موضوع علاقه‌مند هستید و میخواید راجع به این موضوع بیشتر بدونید، این ویدیو برای شماست. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. رشد فردی چیست؟ رشد فردی فرایندی است که در طی این فرایند فرد به بهبود و ارتقاء توانایی‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصی خود می‌پردازد و این فرایند به فرد کمک می‌کند که در طی این فرایند فرد به توانایی‌ها و پتانسیل پنهان خود آگاه شود، آنها را کشف کند و به بهترین نسخه شخصیتی خود تبدیل شود. پس شما در فرایند رشد فردی شما اون استعدادهای خودتون و استعدادهای پنهان خودتون رو شما کشف میکنید و به اون بهترین ورژن شخصیتی خودتون شما تبدیل میشید. حالا سوالی که اینجا هستش این هستش که رشد فردی دارای چه بخش‌هایی هست؟ مثلا خب شما میخوای علاقه‌مند شدید که شما وارد این مسیر و وارد این وادی بشید و وارد این فرایند بشید. حالا مثلا شما سردرگم هستید که شما نمیدونید چی کار باید بکنید. حالا دارای چه بخش‌هایی هستش؟ دارای 5 تا بخش هستش. بخش اول چیه؟ بخش اول رشد شخصیت هستش. یعنی شما وقتی که وارد مسیر و فرایند رشد فردی قرار گرفتید، بخش اولش رشد شخصیت هستش. در مسیر رشد فردی در بخش رشد شخصیت شما میایید چی کار میکنید؟ اولین کاری که انجام میدید نقاط ضعف خودتون رو مینویسید. یعنی شما میایید نقاط ضعفتون رو پیدا میکنید، کشف مینویسید اونا رو و در صدد بهبودش برمیایید. اعتماد به نفس خودتون رو تقویت میکنید، به اون خود آگاهی میرسید، تقویت عزت نفس. حالا میتونه در رابطه با نقاط ضعف شما اگر کنترل خشم هسته، شما اگر زود از کوره در میرید، شما به اینا آگاه میشید و شخصیت خودتون رو شما ارتقا میدید که در حقیقت مرتبط میشه با اون سن عقلی شما. بخش دوم یا بعد دوم در رابطه با توسعه مهارت ها هستش. یعنی در بخش دوم رشد فردی شما در رابطه با توسعه و بهبود مهارت ها هستش. حالا این مهارت ها شامل چه بخش هایی هستش؟ قطعا یکی از این مهارت ها در رابطه با تحصیل هستش، در رابطه با کار و حرفه هستش و مهارت های اجتماعی هستش. یعنی شما اگر در قسمت کار اگر هستید، شما چه مهارت هایی رو شما باید یاد بگیرید که در اون شغل خودتون و حرفه خودتون موفق تر باشید و بتونید بهتر کار بکنید و اون بازدهی شما بالا بره. پس این شد بخش دوم. و در بخش سوم رشد فردی سلامت جسمی و روانی هستش که قطعا در ویدیوهای قبلی ما گفتیم که جسم و روان اینا جدا از هم نیستن. جسم و روان قطعا وابسته به هم هستن و به هم مرتبط هستن. یعنی عقل سالم و روان سالم در بدن سالم هستش. یعنی اگر بدن شما سالم نباشه، روان شما سالم نیست. اگر روان شما سالم نباشه، قطعا جسم سالمی هم ندارید. یعنی اینا جدا از هم نیستن و وابسته به هم هستن. یعنی شما باید یاد بگیرید اون اعصاب خودتون رو چطور کنترل بکنید. اگر از کوره در میرید چطور اونو مدیریت بکنید. اگر استرس زیاد دارید، استراب زیاد دارید، شما اونا رو چطور کنترل بکنید. که این میشه در رابطه با بخش روان که حالا شما میتونید اونو با مدیتیشن، حالا با هر وسیله یا ابزار دیگه‌ای که شما میتونید اون نشخوار فکری خودتون رو شما بتونید مدیریت بکنید، شما از اون استفاده میکنید. وقتی که شما در روان خودتون حالا موفق شدید، بعد میرید سراغ جسم. حالا جسم میتونه ورزش باشه، حالا میتونه تغذیه سالم باشه و یا هر راهکار دیگه‌ای. و در بخش چهارم توسعه روابط هستش. یعنی در بخش چهارم توسعه روابط شما این بخش روابط این فقط این نیست که شما مثلا با دیگران رابطه خوبی داشته باشید
روابط بخش هایی رو که شما باید یاد بگیرید و روش کار بکنید. مرحله اول میشه رابطه با خود، رابطه خودفردی. بعد با خانواده خودتون، یعنی اگر شما فردی با خودش موفق نیست، با خودش درگیر هستش، شما اگر ویدیوی خودفردی رو ندیدید برید حتما ببینید. اول پس ما یاد میگیریم که با خودمون چطور رابطه برقرار بکنیم، بعد با خانواده خودمون، بعد با در محیط کار، بعد در محیط اجتماع. یعنی همه اینها انواع ارتباطات هستش که ما باید یاد بگیریم چطور بتونیم یک رابطه مؤثری رو با خودمون، با خانواده خودمون و با اطرافیان برقرار بکنیم. پس اینم شد بخش چهارم رشد فردی. بخش پنجم، در بخش پنجم هدف گذاری و انگیزش هستش. یعنی شما باید برای خودتون هدف تعیین بکنید. هدف تعیین بکنید. حالا اهداف میتونه کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه، بلند مدت باشه. اهداف میتونه در مسیر رشد فردی باشه، میتونه خانوادگی باشه، میتونه کاری باشه، میتونه مادی باشه. یعنی شما اهداف خودتون رو تعیین میکنید، یک لیستی از اون اهداف خودتون تعیین میکنید، بعد برای اون اهداف خودتون برنامه ریزی میکنید و استراتژی تعیین میکنید و پلان دارید که به اون اهداف خودتون چطور شما برسید و موفق بشید در دستیابی به اون اهدافتون. اهدافی که شما تعیین کردید قطعا شما باید انگیزه داشته باشید. حالا ویدیوهای انگیزه رو اگر ندید، ویدیوهای انگیزه رو شما ببینید. حالا انگیزه میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه، قطعا هر دو تاش نیاز هستش. پس ما این 5 تا بخش بود در رابطه با مسیر رشد فردی. پس من اگر بخوام یک دوره بکنم، یک میشه رشد شخصیت، دو توسعه مهارت ها، سه سلامت جسمی و روانی، 4 توسعه روابط و 5 هدف گذاری و انگیزش. حالا اینا در رابطه با رشد فردی بود. پس اگر شما هم علاقمند هستید در رابطه با رشد فردی، اگر ویدیو برای شما تا اینجا جذاب بوده و مفید بوده، اگر تو هنوز عضو نشدید عضو بشید، زنگوله رو بزنید، چون اگر زنگوله رو بزنید شما میتونید از تمام ویدیوهای ما آگاه بشید و یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن میفرسته وقتی که ما ویدیو آپلود بکنیم. ما حالا بخش بعدی سوال ما این هستش که فرق رشد فردی و توسعه فردی چی هستش؟ رشد فردی به انگلیسی میشه personal growth و توسعه فردی میشه personal development. تقریبا مثل هم هستش ولی تفاوت‌های عمده هم اینا دارن. رشد فردی برای کسی هستش که تازه با این مسیر آشنا شده و میخواد روی شخصیت خودش کار بکنه و میخواد مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره. پس برای کسی که تازه در این مسیر قرار گرفته و تازه کار هستش و مبتدی هستش و میخواد روی شخصیتش کار بکنه میشه، یعنی شما اول باید از رشد فردی شروع بکنید. حالا شما یک مدتی، حالا 1 سال 2 سال شما با رشد فردی آشنا هستید، تقریبا تا حدی به اون شخصیت ایدئال خودتون شما رسیدید. الان دیگه میخواید وارد مسیر چی میشید؟ وارد مرحله بعدی. مرحله بعدی میشه پرسونال دیولپمنت یا توسعه فردی. توسعه فردی گسترده تر هستش. توسعه فردی میتونه بخش مادیات باشه، میتونه بخش حرفه باشه، میتونه بخش حالا اجتماع باشه. حالا اگر هم در مورد توسعه شخصی هستش، اون سطوح بالاترش هستش. حالا شما میخواید مثلا به اون خود آگاهی برسید، شما میخواید به اون آگاهی بیشتر برسید، اونا در مسیر توسعه فردی هستش. خب اینا در رابطه با رشد فردی و توسعه فردی بود. شما اگر قسمتی برای شما جالب بوده و یا اگر نظری دارید، شما میتونید در بخش کامنت ها با ما در میون بگذارید. درود بر همه شما که تا این لحظه با ما بودید. امیدواریم که ویدیو برای شما جذاب و مفید واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید.